با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه هنرجویان عزیز، هنردوستان، ستار نوازان. خواستم این جلسه رو اختصاص بدم به معرفی ساز ستار. ابتدا از اینکه جزء چه دستی از سازها هست و در کدوم رسته قرار داره. ساز ستار در قدیم 3 سیم داشته و همینطور که مشخصه از 3 سیمش اسمش روش مونده به معنی ستار و شخص به نام میرزاخان مشتاق سیم 4 رو بهش اضافه کرده که تکمیل شده. ساز ستار جزو سازهای زهی و مضرابیه که از 4 سیم که بعدها سیم 4 اضافه شد تشکیل شده. از سیم‌های فولاد و برنز هستن. اجزای مختلف رو که بخوایم حساب بکنیم این رو بهش میگیم کاسه ساز که از جنس توت هست که به صورت ترکه‌ای
کنار هم قرار میگیره، درزگیری میشه و بعد با رنگ مخصوصی که بهش میگیم بلاک الکل و بارس رنگ آمیزی میشه به وسیله پنبه. اینو بهش میگیم صفحه ساز، صفحه که روی سطح کاسه قرار داره و بیشتر ارتعاش صوت رو صفحه تشکیل میده، یعنی اون صوت قشنگ و ارتعاش قوی از تو صفحه ما به صدا در میاریم. مضراب که میخوره به وسیله صفحه مرتعش میشه در کاسه و برمیگرده به طرف بیرون. خیلی مهمه که این صفحه چطوری از داخل تراش بخوره و روی سطح کاسه سوار بشه. پس این میشه سیمگیر، خرک، دسته ساز، شیطانک و 4 تا گوشی. این قسمت هم محل طبیعی گوشی ها هست. گوشی ها به انواع اقسام ساخته میشن. بعضی ها از بر حسب سلیقه حالت گوشی تار درست میکنن، بعضی ها ظریف‌تر، بعضی ها به شکل مخلوط با رنگ‌های دیگه از چوب‌های دیگه ترکیب میکنن و تزییناتی بهش میدن درستش میکنن. این شیاری هم که اینجا رو دسته ساز میبینید تعبیه شده، روی اکثر سازهایی که این بندها یا پرده ها رو دارن تعبیه هست و حتما باید باشه و دلیل هم داره. به این خاطری که وقتی که این پرده ها عمرشون تموم میشه و رو به پوسیدگی میرن و کم کم پاره میشن یا به اصطلاح میپکن و از بین میرن، ما مجبوریم دوباره ببندیمشون و بستن پرده هم لازم الاجراست، وگرنه از اون پرده محرومی و دسته ساز ما ناقصه. پس مجبوریم یاد بگیریم که در آینده حتما براتون آموزش میدم که به چه صورته. به 2 طریق بسته میشه که آموزش میدم بهتون. دور نشیم از بحثمون. این محل تعبیه‌ای که اینجا میبینید برای این شیار به خاطر بسته شدن این پرده هاست. ما از این شیار کمک میگیریم که این پرده ها رو به وسیله زیر و رو کردن از زیر همدیگه، به وسیله این 4 تا دوری که دور دسته میبندیم، گره رو قشنگ و صحیح بزنیم و سفت سر جای خودش وایسه. ساز ستار دارای 25 پرده هست. تار هم همینطوره. یک مدل 25 پرده‌ای داریم، یک مدل 28 پرده‌ای. مدل حالت کسانی که حالت سنتی بیشتر می‌نوازن و زیاد طرف کلاسیک نوازی نمیرن یا حالت اروپایی نوازی ندارن به صورت با نوت‌های اضافه، اون 28 پرده رو، اون 3 پرده رو نمیبندن. مدل 28 پرده ایش که جناب کلونل وزیری نوازنده چیره دست تار اضافه کردن، یکی اینجا میشه که میشه دو دیز، یکی اینجا بسته میشه که میشه فا سوری و یکی هم باز اینجا در هنگام زیر مثل همین دو دیز اینجا بسته میشه جلوی پرده دو قبل از ر کرون. این بیشتر کمک میکنه که آهنگای کلاسیک قدرت منابع بیشتری داشته باشن و راحت‌تر اجرا بشه. اگر این پرده نباشه و بخواد کلاسیک نوازی بکنید، اون معنی کلاسیک نوازی رو نمیده و از اون حالت و کیفیت خارج میشه و به گوش اون کسی که حالا شنیده و این قطعه رو زده یکمی به اصطلاح خوشایند نیست. پس بنابراین شد 25 پرده یک مدل و یک مدل هم 28 پرده. این اجزا و قسمت‌های مختلف ساز ستار بود. در رابطه با صفحه ستار خوب دقت کنید، سوراخ‌های روی صفحه می‌بینید که تعبیه شده. این سوراخ‌ها محل خروج ارتعاش صوت هست. اینها وقتی میخوان تعبیه بشن یا
اون سازنده ستار این کار رو انجام بده به وسیله یک دیاپازونی که بهش میگیم دیاپازون لا به صدا در میاد و روی صفحه ستار حرکت میدن. هر جا که اون صدا قوی تر بود همونجا رو سوراخ میکنن. اکثر سازهای ستار به اصطلاح حالت ابرویی مانند سوراخ‌هاش تعبیه میشه. حالا نوع‌های مختلف هست، بعضی سوراخ‌ها کمترن، بعضی سوراخ‌ها بیشترن. این صفحه ستار قاعده داره گذاشتنش روی سطح کاسه. اگر خوب دقت بکنید شیارهای ریز متناسب با صدای سیم اول که صدای زیرتری داره نسبت به سیم چهارم پایین بسته میشه، پایین به اصطلاح قرار میگیرن، جایی که دوتا انگشت روی صفحه قرار میگیره شیارهای ریز هم قرار دارن. شیارهای درشت و به اصطلاح اونهایی که فاصله بیشتری دارن بالای صفحه قرار میگیرن که متناسب با بم و زیر بودن اون به اصطلاح سیم ها همخوانی داشته باشه و همینطور موقع انگشت گذاری و عوض کردن پوزیسیون مثلا از منطقه بم میریم به منطقه وسط یا منطقه زیر متناسب باشه با این شیارها. اگر این قاعده درست اجرا نشه در یک ستار خوب، خب اون ستار به اصطلاح صفحه خوبی انداخته نشده روش و باید حتما اون صفحه برداشته بشه و صفحه بهتری روش انداخته بشه. کاسه ساز ستار از توت هست. اغلب دستی تار رو، یعنی غریب اتفاق سازنده های عزیز از چوب گردو استفاده میکنه به خاطر اون استحکامش و انگشت گذاریایی که داره. برای اینکه اون استحکام و زیر سیم داشته باشه از چوب گردو استفاده میشه که محکم‌تر هم هست. این قسمت های مختلف ستار بود که حالا به ذهن بنده رسید و براتون گفتم. انشاءالله در جلسات دیگه حتما بیشتر به ساز ستار میپردازیم و بیشتر باهاش آشنا میشیم و این ساز جزو یکی از سازهای سنتی و اصیل ایرانی هست که با انگشت اشاره یا ناخن نواخته میشه که جزو سازهای مزرابی، زهی مزرابی. زه به معنی سیم، در قدیم میگفتن زهی، امروز میگن زهی مزرابی، زهی کششی یا مثلا مثل کمونچه و ویولا. سازهایی که حالت زخمه‌ای داره بهش میگن زهی مزرابی. این اجزای مختلف ستار بود. امیدوارم که بهره برده باشید و تونسته باشم اون چیزی که مد نظرتون هست به سم و نظرتون رسونده باشم. خیلی خوشحال شدم که در این کلاس تشریف داشتید. شبتون خوش، موفق و مؤید.